سلام بکس گنگ پابجی موبایل، حالتون چطوره؟ اومدیم با اولین ویدیومون از چنل پابجی کی ای. خب توی این ویدیو قراره به موضوعاتی مثل گان جعبه طلایی بعدی و اچیومنت های جدیدی که به بازی اضافه شده و یه بخش جدیدی که تو کالکشن اضافه شده و اسمش هم از ترژری، قرار ما به اینا اشاره کنیم و براتون توضیحشون میدیم. خب پس حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید چون نکته های مهم و آخر ویدیو به شما میگیم. خب اول بریم سراغ گان بعدی جعبه طلایی. همینطور که خودتون هم بدونید جعبه طلایی فردا منتشر میشه، یعنی همزمان با تاریخ اتمام کاستوم کریت که یه روز مونده، پس فردا منتشر میشه. خب ما بین 3 تا گان مثل همیشه احتمال دادیم که بیان توی اسمش بود جعبه طلایی. خب یکیشون این انفور زیبا، انفور آبپاش و بعدیشون این اسکارل زیبا و آخرینشون هم این ایکی هستش. خب از اونجایی که مود این سیزن مود آب هستش، پس احتمال بیشتر بین این اسکارل و این انفور زیبا هستش. و از اونجایی که انفور خیلی احتمالش سخته که بیاد توی جعبه طلایی و اصلا نمیاد، ما احتمال اصلی رو به این اسکارل زیبا میدیم، همینطور که خودتون هم میبینید و میتونید بهش مراجعه کنید. خب بخش بعدی که قرار بهش اشاره کنیم بخش جدیدیه که توی کالکشن اضافه شده و اسمش هم از ترژری. خب اینجا شما شاید میای تو با یه همچین فضای مواجه میشید. خب توی این بخش ما باید بعضی پوینت ها هست که دریافت میکنیم و این لول ها رو میتونیم باز کنیم. ولی این پوینت ها چطوری به دست میاد؟ اگر شما این قسمت بالا زده ویوز اینجا رو کلیک کنید، آورده مثلا یکی از اون کارهایی که باید بکنید این اسکین های متیک فورج مثلا خودش داده چه ستایی امتیاز دارن و چقدر امتیاز دارن. مثلا این دوتا اسکین متیک فورج رو که میبینید اینا اسکین 15 امتیاز و کلاهش 8 امتیاز داره و همینطوری شما باید همه این امتیازها رو جمع کنید تا بتونید کامل این آیتم رو تموم کنید. این ورش هم یه قسمت دیگه هست نوشته اوژن، اینجا رو هم اگه کلیک کنید همینطوره بازم روی اوژن میزنید، این فلش کنارش اینجا هم بعضی آیتم ها رو داده که گفته با کالکت کردن این آیتم ها امتیازهایی رو به دست میارید که میتونید اینجا استفاده کنیم و جوایز خیلی خوبی هم داره اگه دقت کنید. خب حالا دیگه بریم سراغ بخش مهم داستان، یعنی اچیومنت ها. قبل از اینکه بریم سراغ اچیومنت ها حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو هم سابسکرایب کنید و یک کامنت انگلیسی هم برامون بذارید که حسابتون نپره. خب ما بریم سراغ اچیومنت ها. قبل از اینکه بریم سراغ این دو تا اچیومنتی که تازه به بازی اضافه شده یه چیزی رو بگم که حتما هر اچیومنتی رو که تونستی تکمیل کنید چون واقعا جوایز فوق العاده ای رو داره. مثلا سکه های همین سکه های اچیومنت که شما میگیرید، مثلا همین اچیومنتی که قراره حالا بهش اشاره کنیم کجاست؟ این حالا مثلا اینو ما اشاره کنیم. همینطور که میبینید گفته چقدر سکه میگیرید. مثلا اگر این چیکن باکت حالا مثلا اگه اولیشو تکمیل کنید مثلا 5 تا سکه اچیومنت میگیرید. خب حالا این سکه ها به چه دردی میخوره؟ اگه بیایید اینجا توی ریواردز بزنید این قسمت یکم که بکشید جلو میبینید چی اینا رو اگه ببینید وقتی مثلا گفته مثلا 7500 تا سکه اچیومنت رو شما به دست بیارید میتونید یکی از اینا بگیرید. حالا اینا به چه دردی میخورن؟ خب شما اگه بیاید اینجا قسمت اسپین ها، خب فقط اونایی که بالا نوشته لاکی اسپین بالا سمت چپ فقط روی اونا میتونید کار کنید. با اینایی که میگیرید میتونید 10 بار این لاکی اسپین رو رایگان بچرخونید و آخرین لولش هم یه کارتی داره که اون فرق میکنه. اگه خودتونم بزنید روش میبینید که گفته چی کار میکنه. مثلا همینی که گفته میتونید 10 بار لاکی اسپین رو رایگان بزنید با این ورش هم همینطوری چیز دیگه است. این بار خودش گفته گیلد سریز لاکی اسپین. گیلد ها مثلا احساس میکنم بیاتون دیگه بدین گیلد
حالا اینجا نداریم ما تو این سیزن، بعضی وقتا اومده بود بالاش نوشته گیلد، اوناست، میتونی اونا رایگان بزنید. خب ما بریم سراغ دو تا اچیومنتی که به بازی اضافه شده و خیلی هم مهم هست. خب اولین اچیومنتی که ما بهش اشاره میکنیم این اچیومنت ویو پیانو. این یعنی چی؟ باید چیکار انجام بدید؟ خودش میشناشو گفته. حالا مثلا گفته land at the ocean place، یعنی توی مود دیگه لند کنید و همه این چیزایی رو که گفته، مثلا این تسکایی که باید انجام بدید همشون رو شما میتونید یه جایی همه اینا رو باید انجام بدید تا آخرش هم این دوتا کوپون کلاسیک رید بهتون میده. حالا ما چطور بدونیم اینا رو چجوری باید انجام بدیم؟ مثلا اینجا گفته use the whale escape pod. خب ما میایم بیرون توی این بخش، اگه بزنید روی میای توی نقشه ها، اون بالا 3 خط هست، اونو بزنید. خب مثلا حالا آورده مثلا اینها whale escape مود رو میزنید، خودش میگه in the water orb and way to، دیگه ادامهش خودتون میتونید بخونید و ترجمه کنید و بدونید که باید چه کارهایی انجام بدید. اینجا میتونید این اچیومنت رو راحت تکمیل کنید. خب اچیومنت خیلی مهمتر یعنی چی؟ یعنی این اچیومنت که یه تایتل زیبا و یه لابی میتیک 30 روزه هم بهتون میده. خب ما واسه این باید چی کار کنیم؟ قبل از هر چیزی باید 7 بار وین کنیم. 7 بار وین میکنیم. بعدش وقتی وین کردید، حالا من خودم انجام ندادم نمیتونم بهتون نشون بدم، بعد از اینکه وین کردید یه آیتمی رو بهتون میده. وقتی این آیتم رو بگیرید باید 8مین بازیتون، یعنی یه دونه همون بعد از اون میرید تو بازی، اگه بزنید رو نقشه 3 جا واسهتون مشخص شده، میرید توی یکی از این جاها، وقتی رفتید توش بازم 3 جای دیگه واسهتون مشخص میشه، باید برید بعضی آیتما رو دارن، باید اون آیتما رو بگیرید. بعد از اون هم بازم 3 جای دیگه واسهتون مشخص میشه، باید برید توی یکی از اونا و آخر سر یه جا واسهتون مشخص میشه که اونجا باید شما برید یه جایی یه دکمه میاره بیلد، شما باید اون دکمه رو بزنید و 48 ثانیه بود فکر کنم، باید صبر کنید تا یه چیزی رو درست میکنید و اون نیزش رو میگیرید و وقتی این کار رو کردید این اچیومنت هم تموم میشه و این تایتل زیبا رو میگیرید. خب این بود از ویدیو امروز ما، امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر واسهتون مفید بود این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و این ویدیو رو واسه چند تا از دوستانتون هم بفرستید که ازش استفاده کنن. تا ویدیوی دیگر، بدرود.